رگنار کدام خدای نورس را بیشتر ستایش میکرد؟ اودین، تور، لوکی، فریا. اودین. درسته. نام همسر رگنار: لگره، کاترین، فلورا، آسلوس. لاگرتا. لاگرتا. درست. لاگره. این نوشته اینجوری. سوال 3. بله. فرگبرگ دشمن وایکینگ ها در کدام فصل فرمانده چه قومی بود؟ انگلیسی ها، فرانسوی ها، اسپانیایی ها، دانمارکی ها. انگلیسی ها. درسته. چه کسی پسر رگنار و راگرتا اسب و بعد پادشاهی نروژ و بعداً پادشاه نروژ شد؟ بیرون، آیوار، رولو، اولا. بیورن. آره. درسته. آیوار استخوان ضعیف به کدام علت مشهور است؟ نابینا است، نمیتواند راه برود، خائن است، شمشیرزن ماهر است. نمیتواند راه برود. درسته. چند سوالش آسونه. راگرتا از کدام قوم میآید؟ وایکینگ های دانمارک، سوئدیا، وایکینگ های نروژ، انگلیسی ها. نروژ. درست. کدام شخصیت به عنوان رهبر وایکینگ ها بعد از مرگ رگنار ظاهر شد؟ فرگبرگ، آیوار، اولا، رولو. آیوار. درست. چه چیزی باعث شد راگنار و راگرتا به فرار از کانونتری فکر کنند؟ خیانت شاه، حمله انگلیسی‌ها، قتل یکی از دوستان، بیماری. بیماری؟ اشتباه. چی بود؟ قتل یکی از دوستان. نام برادر راگنار که اغلب با او رقابت میکند چیست؟ رولو. درست. دورت بید. یه دونه اشتباه جواب. مخلصی.